خب دیگه ساعت تقریبا 1 صبح وسایل رو جمع کردیم. یکم خرت و پرت برای ارشیا میبرم و وسایلای خودم. این دفتر شکرگزاری تموم شد، قبلی آخراش تو سفر دیگه نمیرسه، یکی دیگه گرفتم و پاسپورت و این داستانا. اینجا هم منو داریم. به به، داریم میرویم. یکم کبابه برای سگ پایینیه دارم میبرم. آقا تا اینجا که همه چی عالی بوده. من یه عرض مسافرتی میخواستم، رفتم گرفتم. طبقه پایین میشه، قبل از گیت سپاه. بعد دیگه اتفاقا اینجا یه دوستی پیدا کردم ساکن مسکو. خیلی داریم با هم لحظه های قشنگی داریم. بعد خیلی بهم کمک میکنه دیگه. تا اینجا همین فعلا. خب کم کم دیگه داریم میریم توی هواپیما. لحظه های آخر ایرانه. جونم کجا بازش کنم؟ حلزونه آخه داره بدون ویزا میره مسکو. آقا رسیدیم مسکو. آفتاب نداره، خیر ایشالله. آقا کلی طول کشید تا چمدونام بیاد، نمیدونم چرا انقدر زمان برد. بعد اینفورمیشن این فرودگاه هم بنده خدا انگلیسی اصلا بلد نیست، نمیدونم چجوری بهش بگم. این چرخا میخواد. حالا صحبت کردم با یه ایرانی که روسی بلده، داره صحبت بکنه. خیر ایشالله. به به به، ببین کی اینجاست. آرژیا اینجا مسکوست. آقا جا همتون سبز. ما بعد کلی چیز درش توضیح ببینم. ما بعد کلی رفتم با مترو اینور اونور فلان بیسان تو این سگ سرما، آخر یاندکس رو گرفتیم. چی داره میاد ببینم. استوری بگیر آیسان اسلامی وار. بابا یه دقیقه دهن تو ببند، دارم از سکوت شب لذت میبرم. برو جلو لذت ببر. ای بابا این ادامهشه. داریم میریم سمت میدون سرخ. با من خوبه نمیافتی؟ پسر خاله سرده. من توی 13 سگی. به سلام. به منفی 33 چی میگه؟ دوبره درای شورا داوری. به آی دکتر جانم سلام. داریم کجا میریم آی دکتر؟ یکم هم منو ببینیم. داریم باشگاه تمرین در هوای منفی 33. جا همتون سبز. در ایستگاه اتوبوس هستیم. خب اومدم خرید کنم. اینجا رو دارین یاد گرفتم، اومدم میام خرید.
یه چیزی هم راجع به سیستم درای اینجا اینه که اینجوری مثلا باز میشه. حالا اگه رمزو بلد نباشی، من کیسه دستمه باز نمیشه، باز نشد. یه بار دیگه امتحان میکنیم. آره شد. بعد یعنی حتی اگه یکی هم بیاد تو اما کلید داشته باشه نمیتونه بره بالا. چون نگاه الان نشون میدم، میریم داخل. آسانسوره، اینش از چوبه ها، چون مثل اینکه آسانسور باربری بوده. دیویریز گروات بلدم. آره امنیت بالاست، یعنی شما تو راپله هم بیای حتما باید کلید داشته باشی تا بتونی بری تو، وگرنه همینجا گیر میکنی. با کلید. خب آقا تجربه اول بیرون رفتن رو داریم آغاز میکنیم. یه من تنهایی دارم میرم خرید کنم. خیلی مخلص ویدیو میگیرم. به برف میاد. آقا من از توی یاندکس مپ یه مپیه برای روسیه است، اونجا نگاه کردم که اتوبوس کی میاد، اتوبوسی که من باید سوارشم. الان اومدم اینجا اسکا اتوبوسه، منتظرم که بیادش. از این اسنیکرز هم گرفتم به عنوان توشه تورا، خیلی میچسبه. جاتون خالی؟ کنم اتوبوس هم اومد. الان دارم میرم به سمت مترو، سوار مترو شدم. اتوبوس اینجا پیاده شد دیگه، میریم سمت مترو. یه ایستگاه رو تا اینجا اشتباهی رفتم، یعنی به جای اینکه اینوری برم اینوری رفتم. سریع فهمیدم یه دونه خطا رفت. الان اومدم سوارشم برم. خب من الان رسیدم ایستگاه سالاریوو. یه منبع آگاه میگه اینجا بیشتر ایرانیای مسکو توی این ایستگاه میاد. و اینکه الان از اینجا میخوام برم سالاریس، یه پاساژه اون رو باید پیدا بکنم که برم سمتش دیگه. این نوشته سالاریس شاپینگ سنتر همیبری، درسته. تبلیغه داره چیکار میکنه؟ آقا نمیدونم چرا من هرچی میگرم این فروشگاهی که ارشیا به من میگره پیدا نمیکنم. یعنی این پاساژ سالاریس خیلی بزرگه، منم همینجوری دارم چرخ میزنم اما این ماگ دیگه فروشگاه ماگ پیداش نکردم. نمیدونم یه بار دیگه هم باید بیام با خودش. آقا من دوباره اشتباهی سوار شدم. الان نمیدونم چرا تابلو نداره، یعنی اونجوری نشون نمیده که باید کدوم وری بریم. الان فهمیدم دوباره یه ایستگاه بعد پیاده شدم، منتظرم این ور بیاد که برگردم. عینک از مترو بیرون اومدم تو ایستگاه اتوبوس. برف میاد بچه‌ها، نگاه کنید چه خوشگله. آره یعنی یه بار دیگه با ارشیا میام، چیکار کنم.
خب مثل اینکه اینجا آقا ارشیر داریم داره برام آشپزی میکنه. آفرین. باتم بگیرم جون خدا رو شکر. یکم با خشونت فقط کار میکنه. به نتیجه کاره. جون آفرین. روز آخر ما اومدیم میدون صبح، خدا رو شکر بازه. اینجا نگاه کنید. الان هم میخوایم بریم این تو. خب ما الان رد شدیم از این قسمتی که بازرسی میکردن، پلیسا وایساده بودن بازرسی میکنن که چیزی با خودت نبری تو. و این الان این ویورره. به اینجا البته شبش خیلی قشنگ‌تره ولی شبمون بساطه. شبش مثل اینکه قشنگ‌تره، اما تو ژانویه الان نمیدونم چرا میبندن. ماه پیش باز بود؟ باز بوده. بچه اون کاخ کرملینه مثل اینکه گویا. اینجا هرشی این چه خوشگل. این چیه؟ میدون سرخ دیگه. همینه؟ نمیدونم من بار دومم حقیقتا. آفرین. 50 километров по Москве. اگه اسکیت بلدی میتونیم من بریم. اینجا نمای اصلی میدان سرخ رو داریم ما. چه خوشگله. اینم ساختمونای بغلش. اینم شهر بازیطوریه. هرچی جان کامنتی نداری؟ گفتنیا رو گفتیم. اون ساعت هم چیز ساعت هم چیز خوبیه. این برسه ساعت 4 دیر میزنه. آفرین. خیلی قشنگ. اسمشو فهمیدی چی بود؟ نه. جون. خب شب آخره. وسایل رو پک کردیم. آقا هم امتحان داره. چندم؟ 10؟ آره؟ به دیگه اینه وسایلا. داریم آماده میشیم که بریم. ساعت یعنی نه آماده میشم که بخوابم. ساعت الان 12:30. ساعت 6 راه میفتم. 6 صبح. 11:35 پرواز دارم. دیگه من کم کم دارم آماده میشم برای فرودگاه. وسایل جمع، دفتر و قهوه اول صبح. خیلی مخلصم. ما رفتیم. بای Двери закрываются. Первый. Способ оплаты изменен на наличные. ترمینال سی فرودگاه. الان دیگه دارم میرم. خب من رسیدم اینجا فرودگاه شرمیتووا. از گیت رد شدم. این شکلیه. 2 فرودگاه داره مسکو. اولیش با ونوکاوا اومدم. الان پرواز برگشتم از اینه. به چه خوشگله. بردش چقدر باحال و بزرگه. این پروازهای خروجیه. این ساعتهای اولشه. من این ورم ببینم معلومه 11:35 شو چینی زبانش.
الان انگلیسی میشه. اینجا تهران. به پرواز داشته. اینم درخت کریسمس، چه خوشگله. خب من تا پروازم آماده میشد یکم وقت داشتم، اومدم اینجا چایی گرفتم و تخم مرغ. این نمیدونم چیه ولی فکر کنم چیز جالبی باشه. وعده قبل صبحونه. آقا من الان گیت مهر خروجم رو زد، این گیت آخرشون. اومدم بیرون، حالا دارم میرم سمت اون قسمتی که میخونن دیگه، میری توی هواپیما. نمیدونم چرا هم توی ورودم الان هم توی خارج شدنم خیلی دم اونجا که مهر میزنن هی خانم اینور اونور رو نگاه میکرد، پاسپورت رو زیر رو میکرد. جفتشون هم خانم بودن، پاسپورت رو زیر رو میکردن، بعد زنگ میزدن فکر کنم مثلا با مافوقشون کسی چیزی رو فیکس میکردن، هم آهنگ میکنن که آقا این اوکیه بیاد تو. نمیدونم چه، ولی هر دفعه خدا رو شکر راحت ریل آسون میزد و میومدیم تو دیگه. این فعلا Group will be completed. به ببین عمو اومده، مام وطنم اومدیم و به مسکو سیتی. و از مسکو میرسیم به بیمنستان و تهچینره.